آدم وقتی درگیر مشکلات روزمره میشه، از گذر زمان غافل میشه و تا چشم به هم میزنه 1 سال از عمرش تموم میشه. اما واقعا چرا اینطوریه؟ توی این ویدیو میخوای این مسئله رو دقیق تر بررسی کنیم و ببینیم که واقعا چرا اینقدر زمان زود میگذره. در کل متوسط عمر انسان‌ها روی کره زمین حدود 79 ساله. پس نتیجه میگیریم که ما به طور متوسط روی کره زمین 79 سال برای زندگی وقت داریم. ولی آیا واقعاً 79 سال وقت داریم؟ باید بگم که متاسفانه اصلاً اینطوری نیست. چون انسان‌ها مسئولیت‌ها، وظایف و اهداف مختلفی دارن که باید برای تموم اونها وقت بذارن. اما جالبه که بدونین بیشترین چیزی که وقت ما رو میگیره خوابه. هر انسانی به طور متوسط روزی 8 ساعت میخوابه و همین باعث میشه که 1/3 عمرش توی خواب بگذره. آیا میدونین در طول 79 سال چند سال خوابیم؟ 26 سال. پس 26 سال از 79 سال کم میشه و تنها 53 سال میمونه. ولی هنوز خیلی کار داریم. به طوری که این 53 سال برای انجام اون کارها خیلی کمه. بیشتر بچه‌های دنیا 12 سال از عمرشون رو به مدرسه میرن و روزی 8 ساعت از وقتشون رو توی مدرسه میگذرونن. اگر تابستون و تعطیلات رو ازش کم کنیم، بیشتر از 17,000 ساعت از وقت بچه‌ها تو مدرسه میگذره. البته وقتی میان خونه درس و مشق هم دارن. پس باید 5,000 ساعت هم به این 17,000 ساعت اضافه کنیم. اگه این زمانها رو با هم جمع کنیم، 3 سال کامل از عمرمون توی مدرسه و نوشتن درس و مشق میگذره. پس از 53 سالی که از عمرمون باقی مونده بود، 3 سال دیگه هم کم میشه و میمونه 50 سال. اگه دانشگاه هم بریم، باید 2 سال دیگه هم ازش کم کنیم. پس 48 سال میمونه. این همه از زمان عمرمون رفته، ولی ما هنوز هیچ کار خاصی انجام ندادیم. بعد از اینکه مدرسه و دانشگاهمون تموم شد، باید برای خودمون یک کاری دست و پا کنیم. اگه کارم پیدا کنیم، به طور متوسط در سراسر دنیا مردم هفته‌ای 40 ساعت کار میکنن. بیشتر انسان‌ها در طول عمرشون بین 30 تا 50 سال کار میکنن. اگه متوسط این مدت رو حساب کنیم، متوجه میشیم که هر انسان حدود 10 سال کامل از عمرش مشغول کاره. پس باید 10 سال دیگه هم از 48 سال باقی مونده کم کنیم که میمونه 38 سال. ولی ما فقط ساعت کاری رو حساب کردیم، در صورتی که رفت و برگشت به سر کار هم خودش زمان بره، مخصوصاً اگه ترافیک باشه. معمولا بیشتر مردم دنیا حدود 90 دقیقه در روز رو برای رفت و آمد به سر کارشون توی ماشین میگذرونن که اگه اینو در مدتی که کار میکنیم محاسبه کنیم، حدود 17,000 ساعت تو ماشینی، یعنی چیزی حدود 2 سال. پس 2 سال دیگه از 38 سال کم میکنیم که میمونه 36 سال. این همه مدرسه رفتیم، سر کار رفتیم، توی ترافیک گیر کردیم، گرسنمون میشه دیگه، باید یه چیزی بخوریم. هر انسان عادی به طور متوسط 70 دقیقه از هر روزشو مشغول خوردنه. پس توی عمر 79 سالمون 32,000 ساعت مشغول خوردنیم که میشه 4 سال. پس اگه از 36 سال کم کنیم، میمونه 32 سال. بعد از اینکه خوراکی تو خوردی، باید ظرفاتو جمع کنی، بشوری، آشپزخونه رو مرتب کنی و همه چیزو سر جاش بذاری. غیر از این کارهای دیگه هم هست. این جور کارا دست کم 1 ساعت از وقتمون رو در روز میگیرن که اگه برای 79 سال عمرمون حساب کنیم، 3 سال از عمرمون رو مشغول انجام کارهای خونه ایم. پس باز میمونه 29 سال. هر کسی 10 ماه از عمرش رو توی دستشویی و حموم میگذرونه. تموم این کارها اجباری بودن، یعنی ما مجبوریم درس بخونیم، مجبوریم بخوابیم، مجبوریم دستشویی بریم و کارهای خونمون رو انجام بدیم. اما ما انسان‌ها عاشق وقت تلف کردنیم، مخصوصاً توی فضاهای مجازی. امروزه حدود 115,000 ساعت از وقت انسان رو تلفن‌های همراه میگیره. میدونید چقدر از عمرمون با این کار اشغال میشه؟
13 سال. که اگه از باقی مانده عمرمون کم کنیم 16 سال میمونه. این 13 سال فقط مخصوص کار با موبایله. تماشای تلویزیون هم به جای خودش وقت گیره. بازی‌های کامپیوتری هم همینطور. 16 سال وقت مونده. هنوز نه تلویزیون تونستی نگاه کنی و نه بازی‌های کامپیوتری انجام بدی. حتما میخوای این 16 سال رو هم صرف این کارا بکنی. همه آدما در سن 65 سالگی بازنشسته میشن و میتونن برای خودشون وقت بذارن. بیشتر افراد بالای 65 سال حتما یک مشکل بدنی هم دارن. مثلا یکی چشش ضعیفه، یکی کمر درد داره، یکی پاش درد میکنه و چیزای دیگه. یعنی باید کلی پول و وقت برای دارو و درمان بذاری. تازه رسیدی به زمانی که میتونی یه مقدار وقت آزاد داشته باشی. اما دیگه جوون 20 ساله نیستی. بعضی وقتا حوصله نداری و میگی ولش کن. یعنی از تفریحات و چیزای دیگه لذت نمیبری. این که نشد. یعنی چی؟ پس ما برای چی به این دنیا اومدیم؟ برگردیم دوران بچگیمون ببینیم یه جور دیگه هم میتونیم شروع کنیم. اگه بچه خوششانسی باشین معمولاً تا 18 سالگی با پدر و مادرمونیم و هر روز میبینیمشون. اما بیشتر غربی‌ها اینجوریان که بعد از 18 سالگی وقتی یه شهر دیگه میرن دانشگاه یه شغل هم پیدا میکنن و معمولاً دیگه خونه پدر و مادرشون بر نمیگردن مگر برای تعطیلات عید. طبق آمار آمریکا 95% زمانی که بچه‌ها با پدر و مادرشون میگذرونن در بین 1 تا 18 سالگی اتفاق میفته و فقط 5% از وقتشون رو بعد از 18 سالگی با پدر و مادرشون هستن. اونم فقط برای دید و بازدید و تعطیلات. و ارتباط بچه‌ها با پدر و مادر تقریباً قطع میشه. اما جاهای دیگه دنیا اینطوری نیست. در بعضی کشورها بچه‌ها تا سنین بالا باید با پدر و مادرشون زندگی کنن. اما این سوال هنوز توی ذهنمون هست که هدف از زندگی کردن چیه؟ هدف اینه که خوشحال باشید. بعضیا فکر میکنن با کارهایی که انجام میدن میتونن به خوشحالی برسن. مثلا انجام یک کار سخت و پر استرس که درآمدش زیاده تا بتونن با اون کاری که دوست دارن رو انجام بدن و خوشحال بشن. مثلا یه ماشین باب میلشون رو بخرن. ولی نمیدونن که این یک خوشحالی کاذبه. طبق آمار جهانی خیلی از خریداران ماشین‌های آنچنانی فقط برای نمایش این کارو میکنن. وقتی مردم به اونا و ماشینشون نگاه میکنن، حس خوشحالی به خودشون میگیرن. درسته که خیلی کار کردن تا این ماشین رو بخرن و خوشحال بشن. اما این خوشحالی کوتاه مدته. یعنی خوشحالی واقعی نیست. هدف اصلی انسان خوشحالی بوده. حالا بعضی افراد شغلشون باعث خوشحالیشون میشه چون از انجام اون کار لذت میبرن و بعضی ها از شغلشون درآمد زیادی دارن اما از اون لذت نمیبرن و خوشحال نیستن. پس برای همین نباید به بچه‌هاتون شغلی رو تحمیل کنین و بذارین کاری که دوست دارن بکنن. اگه میخواین عمرتون رو بیشتر لمس کنین، سعی کنین هر روز کاری رو که دوست دارین انجام بدین. مثلا به جای اینکه هر روز تنها غذا بخورین، با افرادی که دوست دارین غذا بخورین. یا اگه توی ترافیک هستین، به جای غر زدن و هرس و جوش خوردن، یک موزیک دلخواه یا یک کتاب صوتی دلخواه گوش کنین. و به جای اینکه ساعتها توی اینستاگرام و یوتیوب بچرخین و چیزهای بیهوده ببینین، چیزی نگاه کنین که به معلوماتتون اضافه کنه. مثلا نجاری یاد بگیرین، آموزش غذا ببینین و یا هر چیزی که علاقه دارین. یا اگه استعدادی داری، اونو توی کانال یوتیوب آموزش بده. ما چه کاری انجام بدیم و چه انجام ندیم، زمانمون میگذره. نه میایسته و نه برمیگرده. ولی اگه پول از دست بدی، دوباره میتونی به دست بیاری. ولی زمانو نه. زندگی ما از انتخاب‌ها تشکیل شده. انتخاب دوست، انتخاب رشته، انتخاب همسر، انتخاب ماشین، انتخاب خونه یا حتی کلیک کردن روی این ویدیویی که دارین تماشا میکنین. چه خوبه که این انتخاب‌ها خواسته خود آدم باشه، نه برای جلب توجه دیگران. یعنی نباید فکر کنین که در مورد این انتخاب من فلانی چه فکری کرد. اینها بزرگترین اشتباهایی هستن
که عمر ما رو تلف میکنن. ما باید انتخاب‌هایی بکنیم که خودمون رو از ته دل خوشحال کنن. چون وقتی تو خوشحال باشی، نظر دیگران برات مهم نیست. بیشتر افرادی که خوشحال نیستن و به سمت افسردگی پیش میرن، نظر دیگران براشون مهمه. اگر انتخاب‌هایی داشته باشی که باعث خوشحالی خودت بشه، توی 65 سالگی حسرت انجام ندادن اون کارها رو نمیخوری و نمیگی چرا اینقدر زود گذشت. پس سعی کن راههایی رو انتخاب کنی که تو رو تو راه درست ببره و زندگی رو برات تلخ نکنه. این 79 سال که طولانی ترین چیز زندگیمونه، با این حال خیلی کوتاهه. پس سعی کنین همه چیزهای منفی رو از زندگیتون دور کنین. اون موقع میفهمین که انتخاب‌های باب میل خودتون چقدر زندگی رو واضح‌تر و روشن‌تر میکنه. در این صورت اون فکرهای بدی که مغزتون رو درگیر میکنن همه از بین میرن.